به نام خدا. با سلام. امروز میخوایم زه کمون کانتندر الایت هویت رو روش بافتش رو توضیح بدیم. دوستان این کمون کانتندر الایت هویت و زهش رو میخوایم ببافیم. خدمت شما عرض کنم که در ابتدای امر باید حتما مراجعه کنید به اینترنت و مشخصات کیبلینگ و زه هویت رو روی اون مدل کمونی که میخوایم کار کنیم در بیاریم. همونجوری که ملاحظه میفرمایید هویت یه تیونینگ چارت داره که میتونید از طریق اینترنت سرچ کنید، مدل کمونتون رو درارید. توی این در حقیقت صفحه تیونینگ چارت ما اومدیم کمون کانتندر الایت با لیمب XT 2000 و کم 1 پلاس رو که کمون مورد نظرمونه پیدا کردیم، پرینت گرفتیم و میخوایم حالا سلکت کنیم ببینیم که وضعیت کیبلینگ و اندازه های کیبلینگمون چطوریه. همینجور که ملاحظه میکنید توی این جدول ما اینجا نوع کم رو تو این جدول مشخص کرده که میگه کم 1 پلاس. توی جدول دوم کم اسپیرل ایکس کمه و جدول سوم جی تی ایکس کمه. کمونی که امروز میخوایم ما ببافیم کم 1 پلاسه از کمان کانتندر الایت با لیمبای XT 2000. تو این جدول لطاف رو مشخص کرده، بریس هایت رو مشخص کرده، اکسل تو اکسل رو مشخص کرده، برای اینکه در حقیقت درا لنگث رو مشخص کرده روی پوزیشن ماژولی که داریم. ما یه سری مشخصات اینجا لازم داریم شامل استرینگ یعنی طول زه، کنترل کاب، طول کنترل کاب و طول باس کاب. خدمت شما عرض کنم ما توی این کمون الان کم شماره 2 رو داریم. کم شماره 2 رو پوزیشن ای دراوش هست 27 اینچ. خب توی این که ما اومدیم اینجا تیک زدیم، اگه دقت کنید میبینید که طول استرینگمون 55.75. پس زهمون رو باید با طول 55.75 ببافیم. کنترل کابلمون رو باید 42 اینچ ببافیم. باس کابلمون رو باید 39.75 اینچ ببافیم. این نحوه به دست آوردن وضعیت طول زه ها و کیبلینگ کمان کامپاند هویته. مدل های مختلف به همین شکل و به همین سبک و سیاق میتونید از اینترنت مشخصات فنیش رو درارید، انتخاب کنید. اگر دقت کرده باشید کمون فابریک باشه، لیبلاش روش باشه، روی لیم به پایین سمت چپ مشخصات فنی کیبلینگ و دراو و پونداژ خود کمون ثبت شده که پیشنهاد من به دوستان اینه که هیچ وقت به این اعتماد نکنید، چون فروشنده های کمان ممکنه که بنابر حسب ضرورت کیبلینگ و کم رو اینجا عوض کرده باشن، به شما فروخته باشن. بنابراین شما ببینید کمتون چه ماژولیه. اگر اینجا دقت بفرمایید اینجا روی این قسمت یه تصویر بتونه بگیره، متاسفانه الان کم شماره 2. اگر دقت کنید میبینید ماژول کم شماره 2 که از اینجا مشخص میشه که کم شماره 2. یه عدد تی هم بعدش داره، یعنی کم تاپ، قسمت بالاه. کم پایین رو ببینید همون شماره 2 جلوش بی نوشته، یعنی باتن، کم پایین. ما اومدیم اینجا دستگاه زهبافمون رو به همون طولی که اینجا به ما گفته، یعنی 55.75، به همون میزان طول اومدیم زه هامون رو در حقیقت بستیم. نخ زهمونم اینجا دو رنگ میخوایم ببافیم، رنگ قرمز و سفید، که اگر دقت بفرمایید میبینید که ما اومدیم به صورت 24 رشته، 12 رشته نخ قرمز و 12 رشته نخ سفید رو گذاشتیم. 24 رشته میبافیم.
دوستان توی کمانهای مردونه که پونداش تا 60 پوند بالا میره توصیه اینه که 24 رشته ببافید، ولی بعضی از دوستان برای بالا بردن سرعت میان تعداد رشته ها رو کم میکنن تا 20 رشته هم میبافن که کمان سرعتی داشته باشن. برای کمانهای زنانه با دراو پایین، با پونداژ پایین، میتونیم از تعداد رشته های مثلا روی نخ 452X میتونیم از تعداد رشته 20 هم برای بانوان استفاده کنیم، پونداژ های پایین یا نوجوان. در ارتباط با نحوه در حقیقت بافت زه روی دستگاه و بستن سروینگ ها، فیلم های دیگه ای هم توی یوتیوب هم توی آپارات هست، میتونید ببینید. با سلام، به نام خدا. نحوه بستن سروینگ رو روی زه میخوام براتون توضیح بدم. بعد از اینکه تعداد رشته ها رو ما روی در حقیقت سروینگ زه بافمون بستیم، باید دقت بفرمایید جهت حرکت تمامی رشته های زه و تمامی سروینگ ها باید کلاک وایز باشه. یعنی وقتی که شما به سمت جلو حرکت میکنید باید جهت حرکت نخ، چه سروینگ چه در حقیقت استرینگ اصلی زهام، نخ زهمون باید حتما در جهت عقربه های ساعت باشه. بعد از اینکه رشته ها رو اینجا ما به صورت مساوی توی دو رنگ و با فشار یکسان، خیلی مهمه که این فشار روی زه به صورت یکسان باشه. یعنی اینکه اگر ما بیایم رشته های قرمزمون رو صفر ببافیم بعد سفید و شل ببافیم یا برعکس، این اتفاق میفته. ببینید دوستان، من رشته های سفیدم رو که صفر کنم رشته های قرمزم آویزون میشه، میبینید؟ یعنی اینکه اگر ما زمانی که میخوایم رشته ها رو دور در حقیقت دستگاه زه بافمون بریم، اگر با فشار یک نواخت نکنیم، یعنی نتابونیم، این باعث میشه که توی تابوندن آخرین رشته های پایینی شل بشه، یا برعکس اگر رشته های آخری رو ما بیایم شل بریم، فشار رشته های اولی باعث آویزون شدن اونا میشه. بنابراین بر حسب تجربه یک بافنده زه خوب و با تجربه باید فشار دستش رو موقع تابوندن زه روی شاخک های زه باف طوری تنظیم کنه که در نهایت بعد از اینکه تعداد رشته های مورد نظر رو دور شاخک ها تابون، حتما فشار تک تک زه ها یکسان باشه، به همین شکلی که هست. برای شروع سروینگ برای گوشواره ها ما ابتدا میایم از سری که شروع کردیم شروع میکنیم. میایم این دستگاه زه بافمون رو شاخک های این سمتش رو باز میکنیم. به دلیل اینکه شاخک های اونور آزاده، این زه در طول میچرخه، خودش رو تنظیم میکنه. بافت سروینگ این ور زه مهم نیست که توی کدوم قسمت بین این دوتا شاخک انجام میشه، چون اونور آزاده، ولی مهمه که چه طولی رو ما میایم سروینگ میکنیم که گوشواره رو در بیاریم. گوشواره هایی که سر کم میفته، این گوشواره ها ببینید معمولا 5 سانت سروینگ لازم داره که همچین گوشواره‌ای به ما بده برای زه بافی. ولی گوشواره هایی که در حقیقت روی بازکابل و استرینگ ما رو داره حتما بیشتر باید باشه. ببینید این گوشواره بزرگتره. توی بافت بازکابل حتما باید دقت بفرمایید که طول سروینگتون 1 سانت بلندتر باشه، مثلا 6 سانت باشه. البته به نوع کمون و فضایی که برای گوشواره‌مون دارید باید دقت کنید. حالا این میزانی که گفتم میتونید کم و زیاد کنید. دوستان توی کلیپ های بعدی میتونید ببینید که نحوه بستن سروینگ روی گوشواره چجوری خواهد.